اول کامera خاموش که من نشون میتونم نه مثل اون دفعه شما میتونید منو فریب کنید. اون دفعه گفتن که به کامera اون دفعه گفتن که به کامera ما چوبای قانون داره میگردی غیر قانون ما در دایره قانون فعالیت میکنیم. چه بخون ببین چی مشکل است؟ ما در دایره قانون نوار گرفته هستیم، هیچ مشکل نیست. خب از روی دستور کشیده است از پروکراتورای شهری و حکومت چانسور باید 3 متر از همون دیوار باشد، ولی میگن که ما اگر دقیقاً نشون دادیم که 2.70 است، یعنی به قول خودشون 30 سانتی متر دیگه هم به همسایه هدیه کردن که این مادر جان هم میگن که نه اقلا 20 سانتی متر باشه ولی 30 سانتی متر هدیه کردن. اون طرفش هم میبینیم ولی نه که من از رئیس شهر خواهش دارم که مرا به منزل یا حولی نزد حولگی باشد، حولی زمین تیان یا اینکه یگان خانه تیان که من اینجا برآمده روم قطع کودکم تا رفتن من دیگه هیچ جایی رفت ندارم. من و من در میانی دو طرف، این طرف نقطه فروش سودیشواری صاحب ملک به اجاره داده است، این طرف این اویله که در پس منظر میبینید شما. نمیدونم که حقیقت کجا است. این پرچه بحثی برای چند متر زمین با شهروندان است که نفر اونجا زمین نزدیک حولگی خانه دارد، نفر اونجا نقطه فروش سوزشواری دارد. خلاصه برای ادامه دیدن این بحث که فکر میکنم که برای بسیاری دیگه این تجربه شود و این خطای حجتی را نکنن، بسیار خواهش میکنم ادامه بحث شما با برنامه VPN ببینید و تشکر به اونهایی که از فدراسیون روسیه حرکت با VPN دیدن شروع کردن و شما نید هر کجای روسیه بخصوص هستید. برنامه VPN خیلی ساده است، نوهای گوناگونش است، حتی نوهایش که در روسیه محکم میکنن با نوهای نوش هست که شما برنامه رو در تلفنتون نصب میکنید و توسط اون روشن میکنید، بعد به یوتیوب وارد میشید که با این شکل برای کار ما شما کمک میرسونید. خواهش میکنم با VPN ببینید. درود بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلیر ممالی، امیدوارم شما خوب و خوش هستید. شهرهای دوشنبه ناحیه رودکی است و ما قرار داریم در محله که چند وقت پیش شامل ناحیه رودکی بود و اکنون 1-2 سال آخر به ناحیه فردوسی گذشت، بعداً حالا ناحیه شاه منصور. همین پس منظر نقطه فروش سودیشواری که میبینین پترول است و در همسایگی آنها یک بینای هست با رقم 165 کسر 2 کوچه قهاروف که حالا به ناحیه شاه منصور وارد میشن. اویله ایدیوفو، یعنی مادری که ما را دعوت کرد ایدیوف است. ایشان بحث دارند با رهبریت نقطه فروش سوزشواری پترول در مورد 1 متر و 40 سانتی متر یا که 5 متر زمین همسایگی یکدیگر. حالا یک بار دقیق تر میپرسیم که بحث کجا است. سلام علیکم. شما خوبه نوچه جانو؟ بتونیم شناسیم شما چی نام دارین نوچه جان؟ من رستم هواخون عبدالرحیم. شما در این منزل کی میشین؟ هم تو کی زندگی میکنید؟ من یک عمر همینجا زندگی میکنم. صاحب ملک؟ خطا نکنم شما خوشتوان خانه دارید؟ خوشتوان خانه دارم. شما کی هستید نوچه جان؟ من ایده و زرینه از شهر دوشنبه کوچه قهاروف 165 دراب 2 کلین همین خانه دارم. کلین خانه. شما مهمونه؟ من خمی اپاخونیم زنه. اپاخون. سلام علیکم شد. نباشم ما اگر میخواستم کوتاه فهم از کی پرسم، از خوشتومان یا از کلین که بحث شما در این منزل و رهبریت نقطه فروش سوزشواری پترول چی است؟ سر چی بحث دارین شما؟ از شما پرسم یا از خوشتومان؟ کوتاه گپ زنید که بحث چی است؟ همه پشت خانه 4 مترش موند میگیم. مایل همون جوار 1 مترش بگیره. یعنی ای 15 متر اوسنش بگیره مایلش. از چی میگه صاحب پترول پشت خانه شما را گرفتنی است؟ او میگه که من پول نه پشت را میگیرم. همون 5 و چند همش میگیره میگه؟ نه 1.40 میمونده است. 1.40 میمونه میگه. یعنی 1.40 میگیرد 5 4 گرفتنی. لیکن در اصل نیست وای جبر ای بالا وابشه همین ای 6-7 آدم من نیست همون چیز. اگر دولت میگن کمیته زمینم رفتم گریه کردم مراجعت کردم کودکای کسالم کاغذش نشان دادم حتی یگان کس گپی من اكو مالی اپا اومده شرایط خونه ما دیده رفتن یاردم میکنه میگن که اکی حاجی بینن طرف اکی حاجی میشن. اکی حاجی کی است؟ حاجی سلیم. کی است حاجی سلیم؟ صاحب سوزشواری که نو شدگی. چند وقت این من میبینم که از روی ساختش کهنه است این کو.
کهنه 2 سال حال شد. یک لحظه ما به بحث برمیگردیم. شما چند سال در این منزل زندگی دارین؟ من اینجا یا عمر همین جایم. این زاپرافکا کی پیدا شد؟ زاپرافکا بعد جنگ ساختگی ای. بعد جنگ ساخته شد. با صاحبای پیشتر شما بحث داشتین بحث زمینی نه؟ نه. کی این بحث زمینتون پیدا شد؟ بعد همین نو حوزی گرفتم. بعد حاجی سلیم اومدن؟ شما چی میخواین اونجا؟ برای اون زمینه که خالی از صد میره ببینید چی میخواین در اون زمین؟ کدوم زمین؟ همون زمین خالی. همین نمیرو دا خانه کوبنی شود میگم دا. شما اگه اون حجت دارین که اثبات کنید که همون زمین متعلق شما است، از شما است، اگه اون حجت دارین؟ اما پاسپورت با همش هست. شناسنامه تکنیکی دارین؟ من شناسنامه پاسپورت داریم. همش هست. من در شناسنامه تکنیکی همون خریطه وارد زمین شما است. من ولی یک بار نشون بدین. این شناسنامه تکنیکی کدام سال است؟ میبینم که نو است، نه؟ این نو است. نشم هست. فوریه 2022 را نو کنی. یک بار ببینم کنی. کنی کجا است همون بحث؟ من همین پشت خونه. الان پشت خونه 540 همین را با پورگی میگه یک چیله شگیره 4 از ما. من خودم دیول برداشتم اتیام میگید من حجیم من خیر میکنم. نه که ما با دیول برداشتن اتیام همین چیزی که 65 سال پیش محکم بود ایستاد منم رنگ دیگر رو کخنی خونه کنم. اولی کخنی این شرایط نیست در حالا ما یک بار شرایطون رو نشون میدیم. من میتونم بگم که شناسنامه نو شده است شبهه کنم. اگه شناسنامه تکنیکی کهنه دارید شما پیشتر هم که وارد زمین شما شد. برای که این نو شده است میتونم بگم که این کسی ساخته داد به شما. ولی این چی است یک بار؟ این اجازه‌نامه برای کخنی بود. من با رئیس رای اجازه داده بود. اما این کهنه‌اش. نقشه اساسی قطعه شهرچه ناحیه فردوسی قهار و حالی شاه منصور وارد شده. این انمون اینجا با 4 ایستاده است که همون بحث جای بحثی تو. 4 گذراندگی نبودن رفته در کامپیوتر دیده همش قاعدوی میشه ای سال 65 سال که محکم بود این زاپرافکای سایوزنی دیولش هم کهنه مثال گپ بعد گرفته من نو کرده دادم به هیچی. اینا کجا داد این حجت شما ده؟ MBT ناحیه شاه منصور ها؟ نه ها زمین حجت فردوسی کدیم این منزل با شما تعلق داره. چی حجت دارین؟ اگه حجت دارین که دقیقاً فهمید که منزل با شما چی هستین؟ این هدیه‌نامه ای دادرشون. با نامی کی آمده است این هدیه‌نامه؟ رحیم و ام خ روزگی ما این مادرتون؟ مادرم بر وقت مادرم. این رحیم و ام خ کی است؟ کلینشون. امضای طرف است. کلین ما بعد دادرم زنش. من این طرف در نوشته شده است که با مالکیت هدیه‌گیرنده رستم و هواخان عبدالرحیموف میگذارد. قسم استقامتی L31 همین شما می هواخان. در همینجا نزد حولیگی بود لیکن ندر آوردیم چند هوای ما رفته در آوردیم اکو مدتی کتابه من یا عمر همین جایم من در تیخ پاسپورت هدیه‌گیری اینو بعد کردم اگر من یا عمر همین جایم این بود این خونه پیش بود ولی ما اکبر میتونم ولی رحمتی زنده بود پدرم اون وقت پدر یعنی شوهرتون؟ پدر من زنده بود این خانه داره. ولی یک چیز است مردهای خونه کجا دارن؟ در این خونه من که فقط زن و شما این مردها کنیشن؟ مردها خسرا مردگی همه اومدگی نبودن انکم شوهرم مردگی من نیست حتی سیو دارم رقصال شده مردگی حتی سیو شوهرتون کجا شما؟ شوهرم مهاجرت مهنتی برفتگی مثلا مبلغی که وای روی میکند نو چیزی داج داروهای کودکو با نمیشد فقط چی با داروی کودکاتون چی بیماری دارن؟ کودکم دو کودک اینوالید بود تازه 3 تا کودک اینوالید دارم من. کجا دارن اونا؟ ببینیم میتونیم در برابر این مشکل اولیوی بحثی منزلی که دارین شما یک بار خونه‌تون رو ببینید چه شرایط زندگی دارین؟ مرحمت من کخنیم. یا ایوانتون هست اینجا؟ اینجا ایوانی که کودکان هم درس تیار میکنن هم او خود میخورن در همینجا. چند خانه داره؟ چه یک بار دارم؟ اینجا با 2 خانه یک بار دارم میکشین بخشش با اجازه. 2 خانه در اینجا 3 اویلا زندگی میکنن. در همین 2 خانه 3 اویلا زندگی میکنن. کیو که زندگی میکند اینجا؟ سینگلان با دخترچش از شوهرشون جدا شدگی. راضی نیستن. این هواش خیلی تنگ است اینجا. چند نفر زندگی میکنه؟ هوا نمیرسه. چند نفر زندگی میکنه؟ اوبش 10 نفر. 10 نفر در همین 2 منزل. اون طرف چی است؟
اون طرف کوکنی که ارد چیزم میمونم تر نشود. این طرف چیه؟ این طرف کوکنی که خوراک میپزیم ما. در همین شرایط خوراک میپزید شما؟ باران بارد که ارد میشود. این درش چی؟ بانیا کوکنی. بانیا یا. اون طرف چی هست؟ یک بار اون طرف اون طرف جوی جنجالی دار مثلا بین رفتیم. این هزوما رو شما از کجا میارید برای زندگی؟ هزوما درختم بود در پشت خونه. از این رشتهش نشون میتم. اینجا چی؟ نه اینجا نه اینجا. اینا چه همچه خونه استفاده نمیکنه؟ چی اینجا؟ اینجا خونه کمپیر. کمپیر خودش طاقت زندگی میکند اینجا با؟ دولینشون بلند میشود. ای دهن و بینیشون خون میرود. داری همین این کسا نمیخوام. اما این ویا یا صاحبکار من به خیر کرد. سمنتو را خیر کردم. سمنتویی تختویی که همین بچه بر تو اینجا رفتن یک منزل کرده و زندگی کن. حاضر من منزل داده نمیتونم گفتم. همون منزلی که باید بسازید شما؟ همون منزلی که باید سازیم. آن همین راه با کی داخل دارد ازی؟ اینجا ای مهم. این از شما ها؟ اینجا جای بحثی نیست. من اینجا حجت خونیم. در جوای 4 متر اگرت حجت خونه میرود اینجا. شما در همین هوای کشاد حجت خونه دارید؟ ها. بعد روزای برفی چی کار میکنید شما؟ مثلا کیلومتر میموندیم از کیلومتر متاسفانه کندیم برای که همسایه مجبور کردن دیوالا کند در رستیگه کیلومتر مویا کندیم. من همین نویس کهنه. همین نویس کهنه مونده. سال پیش هنخی بود همینجا. ولی بحث سری انامین نقطه رفته ای صدفه؟ بس من همونجا میگه حساب میکنم من لپتاپ کلان میسازم تا شده زپرفکه زتاب نشود. یک بار زتاب شدگی هوای ای حاجی خواهش دارم که التماس ای همین منزل همین چیز ای دست کودکای من نگیرد. من 3 کودک اینوالید دارم یا همون مثلا جوروهاشون همشون میبیان اونجا تماشا میکنن ویدیو کده میرن ای خواهش میکنم که خانه خودشون ممکن هم خیلی شرایط نباشد یا نمیدونن وای شرایطی منه. خیلی راستی گپ ای رئیس شهر آرزو دارم. من با یک بار رئیس شهر بسیار یاردم کرده بودم تا حاضر پروداکتای فرزندم سری لباساشون جناب عالی دستگیری کرده همه وقت من با یاردم میتم. با خواهش دارم که بگذار همین ویدیو دیده یک بار بیایند یک بار از نظر بینند احوال زندگی من با من مناسبتی سخت با این سالم 2020 به غم داشتم ایوای ساق سلامت بر اومدم با من همین قریب 2 سال می شود این اکی حاجی آمدگی هم قزاره میزنم که بگذار 2 تا 3 تا شکاف کنیم که همون آبی بارانش بر اومده رود زکاب نشود. متاسفانه نمیگم گپ هیچ کی گوش نمیکنم. چند متر از اینجا گرفتنی؟ 4 متر میگه. حالا اونجا بیتون ریخته است. برو رفتم ببینیم چی هست. یک صاحبکار خیر کات سیمنتو کاتی. این همون بیتونی ریختگی شما ها؟ ای چیت آدم آورده بیتون ریختم که خوخنی شود همون میحلال ندارد بودکم همون حجت خانه سازم. لیکن متاسفانه من همین فوندم این ریختگی داجی میگن همینا چپا میکنن اینا چپا کنن مهنتایی که خلق من بداد هیچی. این چند سانتی متر اکو شدیجا؟ مینیمم چیل زیاد شده؟ این هم طرفی 4-5 تا توربو موندگی بود. اما توربو را کفان باشه محکم کنید او نپنفس. زاتوپا مشکلی ها اونجا آنمی روسی جوار هسته آنم اونجا را مصرش بگیرد راست میره و آب اینا تازه نمیکنن. بحث برای همون پسابی همینجا زاتوب میشه. همینجا آب میره و هر شکافش هسته همه وقت آبش رفته است. این حاجی سالم بود نبود 5 سال خوب بود این زبان. ولی یک چیز است اپا جان نمیشد که همین بخی دیوار که یک جویباری دیگر کند الهیده
من هم بخی دیوارش که یک لطو کند بیاید اوبش همونا چند بار گفتم نمیگه. یک بار رویم کنی در زاپرافکا کی است؟ بیننده‌های عزیز، ما با صاحب نقطه فروش سوزشواری پترول که حالی به اجاره داده شده است و پترول این شرکتی است که اجاره گرفته است از دست صاحبکار حاجی سلیم، با حجت‌های زیاد آشنا شدیم، با فکت و دلیل‌های زیاد آشنا شدیم. فقط آخر صحبت ما همین شد که امروز که ما نوار میگیریم سنه 9 مارس است و ساعت هم به 12 نزدیک می شود و ایشان گفتند که جانب دیگر حاجی سلیم که ما با پروکراتور گنرالی نوشتیم که جویبار بحثی که در بعض حجت‌ها 4 متر و در بعض دیگر تا 3 متر است که حالی همگی 50 سانتی متر هم نیست، مالکیت دولت است، از نقطه فروش سوزشواری هم نیست، فقط همچون پساب ما اون استفاده میبریم. گفتند که ما با پروکراتور گنرالی نوشتیم و جواب آخر از پروکراتور گنرالی را انتظار میشیم و بعد از گرفتن جواب پروکراتور گنرالی ما آماده ایم که با شما یک صحبت ویدیویی انجام دهیم. امروز 9 مارس و ما اینجا همین نوار را به انجام میرسونیم و انتظار میشیم جواب آخر از پروکراتور گنرالی. تیریکور سلام علیکم. شما خوب هستین؟ نقد هستین؟ اینجا هستین؟ سیونکا در کنه سکا. برای چی؟ حاجی رئیس نویا پروکراتور ملیسا بود چیدا نمیاد وقتی همون چاپ. من میستم با میرم تو هم رئیس پروکراتور. برای من جالب است که حالا همون حلنامه آخر برای ما دست شما ده. اول کامرا خاموش کنم نشون میتونم؟ نه مثل اون دفعه شما میتونید منو فریب کنید. اون گفتن که به کامر اون دفعه که به کامرا ما چوبای قانون داره میگردی غیر قانون. ما در دایره قانون فعالیت میکنیم. چه بخون ببین. چی مشکل است؟ ما در دایره قانون نوار گرفته هستیم. هیچ مشکل نیست. میخوایم هم حلنامه آخر سود که شناس شیم تمام. برای که ما 9 مارس نوار گرفتیم شما گفتید که به کامرا ما صحبت کردیم به کامرا. بعدش دیگه کامرا کتی نخواستیم. خب با رئیس ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه امر اوید با برطرف نمودن قانون ویرانکنی پروکراتور ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه حالت اجرای طلبات کدکس زمین در حدود ناحیه مورد سنجش قرار داد. خب در رفت سنجش ما این آواز میخونیم شما این قسمت شب ببینین آخر شب میبینید. در راستش طلبات ماده 104 کدکس زمین جمهوری تاجیکستان قطعه زمین خودسرانه اشغال را به جبران خراجاتی که در مدت استفاده بری غیر قانونی صرف شد موافق تعیینات برگردانده شد به حالت برای خب این قسمتش فهمو یک لحظه ما در قسمت امرش میخونیم که قانون ویرانکنی جایزش فوراً برطرف کرده شد. حالت 52 متر قطعه زمین از طرف رستم و هواخون خودسرانه غصب گردیده واقع در سراغ ناحیه شاه منصور کوچه کرم دو با حالت اولی برگردانده شود. از نتیجه اجبار به تاخیر امر مذکور به پروکراتور ناحیه شاه منصور خب پروکراتور ناحیه شاه منصور مشاور دولتی عدلیه درجه 3 شریف زاده ام ار خب 2022 ولی سنه و ماهش نیست. اینم عجیب. این از 5 مارس 2022 است اینجا ولی در قسمت آخر سند و ماه روزش نبود. هیچ که جبور اوپارتو با کی برگردونده می شود؟ با حالت اولش همون حدود 3 متر فقط جویبار بشه همش. با زاپرافکش نه با زاپرافکش شما داخل نداره شما نمیگیرین اونا. با زاپرافکش شما برگردونده نمیشد. دیواری ما بیرون نیاکاو. شما دیوارتون هم بعد از چند وقت چاپا نمیکنید و خودش الهیده میسه. نه برادر. پس برای شما چی جالب است که در سر واقعه ایستاده شما؟ نمی آب باید برو نمیمونن آب برو. شما پیش در نوار پیشکی گفتید که میتونید که در با همسایه در همکاری شاید در موافقه شاید آپارتاتون اگر کردیم نخواستن. نه چی گفتن اونا؟ گفتن که عموما نمیشه ما تو تنه دیوار نمیمونه شما تو عموما نداره این اجازه نمیتونه. شما ولی دیوارتون چاپا نمیکنین آینده. نه برادر. سلامت باشین. سلام علیکم مادر جان. شما خوب هستین؟ ما 9 مارس شما را نوار گرفته بودیم و شما دعواتون این بود که در این منطقه میخواستین یک خانه برای کودک و فرزنداتون بسازین. کی گفتید که خانه درس تیار کنی و این کخنی و نه برای کودکای ولی ببینید اوچا جان در همون سرتیفیکت زمین شما که نداشتین فقط در همون شناسنامه تکنیکی حولیتون این منطقه هم که با شما داخل نداشت همچنین جویبار آپارتو معین شدگی بود و بعدا شما میخواستید که این قطعه را حجت کرده گیرید
در تخ پاسپورت 4 کدگی بود و چند قدر آوردگیش نبود نکم در MBT در آورده دادن تخ پاسپورت نو کدیم ما فقط سرتیفیکات موندگی بود سرتیفیکات مونده بود. برای چی باشون سرتیفیکات نداده بودن؟ حجتاش تغییر کردیم امضا میگیریم تمام گفتن اینجا با که بحث زمین و چیز بود جنگاتون حل شد معامله کنین بعد میکنیم دوامش گفتن. ولی پروکراتور شهر دوشنبه بر رئیس ناحیه شاه منصور سپارش داده است امر داده است که همین حالت اولای زمین برگردانده شود. شما را پیشکی آگاه کرده بودن؟ نه فقط تلفن خاطی گفتن که اپا هوا کشوین پرتین شما تمام. شما دگان آگاهی نامه رای کردن یا نه؟ نه یگان حجت ندارم من. فقط ای گنرالی من با مکتوب اومد که اپا بعد نوروزی حل میکنیم. بعد نوروزی با چی معنا حل میکنیم؟ چی بود جوابشون در مکتوبشون؟ هست دست شما؟ ها مکتوب دارم. میتونید یک بار شناسیم که چی نوشته بودن؟ سلام علیکم مادر جان. شما خوشتومنی خانه بودید نه؟ نفری که صاحب ملک حساب میشید. اپای هواخوان شما از تاریخ همین جویبار بگید که نفرایی که این نقطه سوزشواری را به اجاره گرفتن میگد که در خریطه آمده است که همین جویبار آبپرتو 3 متر پهنایی داشت. هیچ وقت 3 متر پهنایی نبود. 3 متر پهنایی نداشت؟ نه من یا عمر همین جایم زندگی میکنم. نبود 3 متر هیچ وقت. چی قدر بود پهنایی همین جویبار آبپرتو؟ بیده تا همین 81 متر بود ده. 80 سانتی متر تا 1 متر بود پهنایی. پس چرا در خریطه که در دستی نفرایی که نقطه سوزشواری است در خریطه آنها بیش از 3 متر جویبار ثبت شده است. در خریطه آنها همین خیلی آماده شده است. خیلی من همینجا زندگی میکنم دروغ میگم یا عمر همین جایم من. شما با اون حجت ها آشنا هستید یا نه؟ کدام حجت؟ دست این نفرای نقطه سوزشواری هست که بیش از 3 متر جویبار آبپرتو نوشته شده است. نه نداریم. از سال چند اینجا زندگی میکردیم؟ من یا عمر همیشه تا رسیدگی 80 تا 1 بود. برادر یک لحظه یک چی پرسم از شما. 80 تا 1 درست که نه یک چی پرسم تمام آخی بیان برادر جون. نه فقط یک مسئله را من که شما صحبت کنم. اوخی من خواستم. بله. ما در دایره قانون با شما صحبت کردیم. همچنین یک روزنامه‌نگاری که فعالیت قانونی دارم در حدود تاجیکستان میخوام با شما در دایره قانون سوال جواب کنم. نوبت قبلی شما برای من یک حجت پیشنهاد کردید که اطراف همین نقطه سوزشواری شما را معین میکرد و بیش از 3 متر جویبار آبپرتوی کلخاز معین کرده بود. ولی اپای هواخوان که میگه من در اونجا تولد شدم به وای رسیدم این جویبار از 1 متر زیاد نبود میگه. شما با این چی نظر دارید؟ میگه از 1 متر زیاد نبود. اختیار من دانست جویبار. اختیار شما دانست؟ نه. هر چی که از قانون کند تمام دیگه. قبول. هر چیزی که قانون کند. جویبار من نیست. جویبار آبپرتوی محله و نقطه فروش سوزشواری است. ای دیوال من بیرون ای در اختیار من نیست جویبار. شما با اون جویبار کار ندارید؟ نه خواهش من همین بود که جویبار آزاد کنن که آبپرتوی همین خلق محله قدیمی ببروید. سلامت باشین. من گاگو برای بعضی سوال‌ها را جواب گرفتن ندادم. من خوش می‌کنم از احساس کار چون می‌خوام طرف‌ها در یک جایگی صحبت کنن. مثلا اونا میگن که جویبار 1 متر بود شما میگید که نه خریطه از 3 متر زیاد گفته. اوخی من نمیگم ایرا پای میگه کمیته زمین میگه من نه اوخی. همون حجت‌ها میگم ما شناس نیستیم همون حجت‌ها که من ندارم میگم همون حجت‌ها را که معین کند که 3 متر. من بتونم شوخ برادر عزیز دست من نیست که شما اون در دست اختیاری وای در دست او اختیار من شما بیرون از نوار اون با من نشون داده بودین. حالا یک بار دیگه میتونید که در نوار همون خریطه تون نشون دید. دلیل عمومی جانم ما چی ده حجتایی که قانون شما طرفدار قانونه؟ بله ما میخوایم که مردم ببینند که واقعا همین جویبار از کمیته زمین بیش از 3 متر معین کرده است و این در خریطه‌ای که دست شما هست همون یک بار ببینم من. خریطه در دست من نیست نه که جویبار خلاصش مکتوبش و سندش هست کوش. شما نشون دادم که من یک بار پیش کامera به نشون مردم ببینن تمام که مردم هم باور کنن به این چیز تمام. مردم به این چیز باور کنن. من باور کردم من دیدم ولی بیرون این نوار بود. مردم دا چی لازمه همین؟ مردم حقیقت ابو فهمد که طرف این اویله که به قول جبر دیده است یا طرف شما است که مثلا جبر من نکردم کو. نه جبر پروکراتور شهر با حکومت شهر سپارش داده طبق درخواست شما. نویسته آخرش داخل اگر ناراضی باشه شکایت که تمام. آخه این بیچاره را یگان امرنامه یگان آگاهینامه ندادین که علاقه. من نیست آخه دوستی عزیز.
شما نمیخواید که حجتتون نشون بدید یک بار برای مردم؟ آخه با مرا نفهمیده سعی میگم که او با مکتوب خودش کرده جوابش میتیام. نه همون حجتی که زمین سازی برای شما خودش داده. شما را دادم کمان. وای امر پروکراتورا بود. خای؟ حجتای دیگری که داشتین شما من پیش نوار نشون داده بودین روز 9 مارت. اونا را نمیخواین یک بار نشون بدین. پیش نوار یک بار ما ببینیم. مردم باور کنند که همین منطقه از 3 متر زیاد جویبار داشت. من نفهمیدم دلیل رو شما چی میخواین؟ همون حجت میخواین یک بار ببینم. آخه برای چی میبینی از زبان من بیرون برا کمادم مراجعت کنی شما تو آخه. شما دارین آخه حالی دست شما. نمیتونم تکمن شما. نمیخواین. نه. سلامت باشین. مادر جون یا باری جبین ولی ما با گواهینامه پروکراتور شناس میشیم. خب اگر این جویبار یعنی بیش از 3 متر میخوان معین کنن جدا کنن نه همچون آپارتو پس تقدیر 3-4 حوالین دیگر که بعد پیشتر از خانه های شما است و این جویبار از بالا آپارتوش تقدیر اونا چه میشد که در بالا این جویبار حتی خانه و زمین دارن و یا به نمیرسید از هیچ کا فقط این ما بوده است چی به اونا را نمیرسید پس اگر خریطه هست خریطه را باید برابر معین کنن دیگرها هم باید همین 3 متر زیاد جدا کنن که گفتم دولت یک خیل باشد این همه یک خیل بینن نکن فقط این من به همه چسبیدگی بود این شما به خاطر که میگن که آپارتوی همین زپرف که باید معین شود میگن اساسا من همین قشکاف بوده از زپرف که همه وقت 13 به او اومده بود اینجا خونه در اومدگی بود همه به آب در اومدگی بود یک زپرف کنی همه جا پری آب بود همین نماینده زپرف که اینا که در پس منظر ما است شما در موافقه نرسید که همین جویبار اقلا 1 متر شد شما آپارتوی زپرف کرد جدا کنید که اقلا 3 متر هم نشد بعدا شد 2 متر دیگه شو با حجت کرده گیره دو خونه ساده براتون موافقه نکردین 1 متر که شده میمونم نگفتن آخه در 1 متر روزی نشدن نه روزی نشدن رئیس شهر خواهش میکنم به من یاردم کنن من یک مادر کودک اینوالید دار جای کخمی ندارم گفتم 1 متر ایستاد آب ای بالا نسازی پروستا آبی باران باید برای تمام من زدم تربه اشکاف کردم ده بالا کونه حالا این بیتونه که میگن که شما هم غیر قانونی ساخته دادین بیتونتون ها حجت کردیم سرتیفیکات به درو آوردیم تخت پاسپورت به درو آوردیم سرتیفیکات ندارم تمام شما مادر جان در چند متر روزیت که همین بحث اگر حل شد چند متر زمینی شما را همچون آپارتوی زپرف که جدا کنن 1 متر یا 1 متر 1 یا 1 ولی در حجتی که اونها دارن برای من نخواستن نشون بدن بیرون نوار نشون داده بودن بیش از 3 متر میگه شما میگید که نه این نبود نبود من خودم خسرو میشناسم که اینجا تولد شدگیم من همینجا خودم جوارا را تازه میکردم 1 متر 3 متر نبود همین 81 بود این زیاد نبود اقلا همین 4 متر ایستاد تمام اون طرفش به حضور شده ایستاد ای بالا میشد 1.70 اینجا میشد 1.5 ولی تو کجا را معین کردن تو الان جایی اینجا 3 متر میشد تو الان اینجا را که اون طرف تو اخیرا میرد نه نمیرد فقط این من بود است تمام تقدیر دیگه همسایتون چی میشد همیشه وایو نمیدونم ای وایو میستاد است این من هم گرفتن ای بالا آب نیست آخه این در ارخیف همین جبار هستونه که ای بالا نیست همین اینی ما که لاتوکچا کداگی بودیم همینجا باید کشویان گیرن صاحب زپرف که چی نام داشتن برادر ما حاجی سلیم یا بعد از اون نوار اولی که ما 9 مارت داشتیم یگان بار پیش شما اومد در موافقه یگان چه صحبتایی کردین شما نه نکردیم دیگه ندیدمشون شما را همون روز نوار با پروکراتور شاه منصور دعوت میکردن بعدش که رفتن چی شد رفتم گفتن اپا جان وای مثلا جبر 4 متر کمیته زمین این با پادیش که کدوسن میگید سپودنیک خاطی 4 متر با من خواهش کردم ای پروکراتور که چه با این همه نه یا این ما میشود خیلی نشما نمیدونم گفتم موندم رئیس شهر با مراجعت کنید گفتن رئیس شهر با من این جناب عالی با دادم مکتوب پروکراتور ناحیه شاه منصور کی شما را قبول کرد که گفت که من نمیتونم چیکار کردم نامشون نمیدونم اینها در این برابر با پروکراتور شهر مراجعه کردن و پروکراتور شهر حکومت شاه منصور امر داده است که این زمین برگردونده شود یعنی دعوای آنها خانه کرده شد دعوای شما نه ولی دست شما چی نامه است چی است اینجا همین دادم من به دستگاه پرزیدنت چی جواب داد شما در برابر پروکراتور با دستگاه پرزیدنت هم نوشته بودین چی جواب داد است یک بار خونیم دستگاه اجرایی پرزیدنت مورد شهروند ایدی و زرینه شما اینا که بعد دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بررسی فرستاده شد خواهشمند از نتیجه بعد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری اسلامی نسخه با پروکراتور گنرالی یعنی نسخه از دستگاه اجرایی با شما و با پروکراتور گنرالی روان کرده شد که بودین 4 مارت
ҷавоби прокуратураи генералӣ ҳозир наомадааст шумо? наомадааст. Рафтан таги дарашон гуфтанд ки баъди Наврӯзӣ апа мешавад гуфт. Зиқ нашавен. Монен чӣ кори кардан гирад, агар вай бошад бо барқарор мекунанд. Анекем ино колодеска 4 метр уже кофта мерам меге то амунҷоя тамом. кай кофтан яъни ино? ҳозир ман аз сар кадаги кора. прокурори генералиро ҷавобаша интизор нашуда? Нашуда. амрномаи прокурори шаҳри Душанбе кати амал кардан? амрномаи шаҳри Шомансура прокурори шаҳри Душанбе ба Шомансур супориш дод. супориша Шомансура муовини якумашон ҳал карда рафтам. дар вақти иҷрои ҳамин кор, ҳамин кандани битонҳои рехтаи шумо ё барқарор кардани ҷӯйбор, ки он тараф мегӯяд ки ин ҷӯйбори калхоз, шумо мегӯед ки не, ин модарам аз таърих мегӯяд ки не 1 метр буд. Ки ҳузур кард? Ки овард ин техникаро? Ки вайрон кард? ҳоҷи Салим овард. аки ҳоҷи Салим ҳамин техникаи рафта ай поёни корвон гавзанон када оварданд. ин корро бояд суди иҷрочиё анҷом диҳанд ку? Не я ҳоҷи Салим худашон оварданд. Дажи ман инҷа турба буд, турба яка фондам, гуфтам инҷа ба бо колодеси калони оби тоза аст. Вай ба намерасем, ман ҳамиқа 3 метр бояд колодес кунем. Асосан об ай боло нест. ин ҷои баҳс воқеан ҷои шубҳаовар ва нигаронкунанда аст ки яъне агар ин минтақае ки даъво доранд ки беш аз 3 метр аст паҳнои ҷӯйбор бояд муайян шавад, обпартои ҳамин нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ки дар харитаи гузашта аз Спутник ҳамин гуна омадааст. вале масъала инҷост ки ҳамсояҳо нахостанд фикру назару андешаҳошонро бетарафона баён кунанд. бидуни камера ду ҳамсоя фикроша гуфт, вале дар пеши камера ҳеҷ намехоҳанд суҳбат. ҳатто ин манзиле ки шумо мебинед бародари ҳамин апаи ҳавомоҳ буд, номашон фаромӯш ҳамин соҳиби мулке ки ҳаст, ин модари пиронсола бародарашон аст. яъне хонаи онҳо ҳам пас болои ҷӯйбор аст, ҳамагӣ не метр мебинед то забори асосӣ, то девори асосӣ. пас ҳамин хел бо 2-3 хонаи дига ҳам ҳаст, то саргаҳи ҳамин ҷӯйборе ки бошад бояд 3 метр бошад. пас чаро тақдири ин манзилҳо ҳал намешавад? ҳоло намехоҳем ки ба оилаи дига ҳам зиён биёрад, зарар биёранд, вале чанд хонаи дига ҳам ку ғасби замин шудааст. чаро пас ҳамин оиларо тақдираш ҳал шуда истодааст? барои ман воқеан масъала як ҳолати буғзрангиро мемонад, аҷиба мемонад, буғзранги як ҳолати номаълумиро мемонад. ҳоло қонуни авф ки баромад дар соли 2021 ки дар масъалаи ғасби заминҳои ғайриқонунӣ бу умуман ино ҳам то ҷое ба қавли то ҷое татбиқ шуда истодааст. он қонун чаро инҷа кор надода истодааст ки ҳамин чанд манзиле ки ҳаст ки вале мардум меҳнат карданд, хона сохтанд, онҷа бо идомаш ҳам ҳаст, дигар қонунӣ шавад. ҳамин обпарто ки ҳамин ман фикр мекунам ки барои обпарто шояд ҳамин 1 метр ҳам зиёдӣ нест. албатта намехоҳам тараф бигирам, намехоҳам бисёр бетарафона бошам, вале воқеан агар нигоҳ кунед барои обпартои ҳамин нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ 1 метр зиёд лозим нест, метавонад роҳат обаш гузарад. ва ин модарои азизам ки даъво доранд ки бехонаянду хонаашон хеле кам асту фарзандои маъюб доранд, метавонанд ҳамун хонаи иловагишонро бо кӯмаки мардум бисозанд. хуб, мебинем ки идома чӣ мешавад. хуб, аз рӯи дастуре ки шудагааст аз прокуратураи шаҳрӣ ба ҳукумати Шомансур бояд 3 метр аз ҳамун девор бошад, вале мегӯянд ки мо якбор дақиқа нишон диҳем ки 2.70 аст, яъне ба қавли худшон 30 сантиметри дига ҳам ба ҳамсоя ҳадя кардиянд, ки ин модарҷонам мегӯянд ки не ақаллан 20 сантиметр бошад, вале 30 сантиметр ҳадя кардиянд. он тарафша мебинем оли. хуб, ин тараф ҳам аз ҳамун деворе ки бояд 3 бошад омадааст ба 2.70 тамом мешавад, яъне бо ҳам 30 сантиметр дига, ҳар ду тараф 2.70. фикр мекунам ин варианте ки шумо бояд розӣ шен дига, ба назари ман. ва аз пай ҳамун заминтон шавен, аз пай хоҳишу дархостотон бо барои манзил. ман намехоҳам аз ин тараф тарафгирӣ кунам, вале воқеияте ки аст бо он қароре ки аз тарафи прокуратураи шаҳри Душанбе дода шуда 3 метр ва ин тараф соҳиби заправка ҳам 30 сантиметри дига бо розиянд. ин хона ба шумо зиндагӣ мекунед? вай девор фақат ҳамун шикатураш кафидагӣ ё ки девор кафидагӣ? Девор кафидагӣ. озу манда девор мекунад, чӣ мекунад ки девори ман чаппа мешад. ина баъд кӣ мебардорад то девори мана? ино фикр намекунад баъд. ин хона кадом сол сохта шудагааст тақрибан очаҷон, ётон ҳаст? ин падарам сохтагӣ. ай падаратон шумода мерос мондагӣ? шумо чанд сола ҳозир? ман 63 даромада ҳастам. аз ин мебарад ки хона аз 63 сол зиёд умр дорад? то шумора буд ин хона? буд.
برای این خانه میتونه حالت صدمه باشه دیگه، هم جای دیوارش دیگه. برای بچه‌های جای دستای می‌کردم بودم. این خونه هم خراب آوره نیکو کفیلگی کوی اینا که فقط شکاتراش کفیلگی. نه. بینندگان عزیز، ما تقریبا بیش از 1 ساعت صحبت ویدیویی کردیم با طرف‌ها، با این آپای مهربانی که ما را دعوت کردن که کودکای زیاد دارن و نیاز به منزل و ساختمان، و با طرف نقطه فروش سوزشواری که اجاره داده است و صاحب ملک است حاجی سلیم. اونا بدون کامera حدود 1 ساعت زیاد صحبت کردم، بحث و بررسی و پیشنهاد و اینا. ما طرف‌ها را بعد از چند ماه به هم آوردیم که دو طرف با هم صحبت‌های طولانی داشتن. خلاصه همین شد که این 1.5 متر جویبار طبق قرار پروکراتور شهر دوشنبه سفارش داده است حکومت شهر شاهمنصور که 1.5 متر جویبار و 1.5 متر کار کردیم، حدود 3 متر شود تا همین نزد سیمتورا میآید. و من فکر میکنم آپای مهربانی ما که با دستگاه اجرایی پرزیدنت نوشته بود که دستگاه اجرایی پرزیدنت پروکراتور گنرالی را سفارش داده است و این آپای انتظار است که پروکراتور گنرالی چی جواب میتید. من به نظر من این گونه بحث این دامنه‌دار میشد. خب حال پروکراتور گنرالی اگر بیاید با هم 1.5 متر دعوایی را به منفعت این آپا حل کند، باز جانبی نقطه فروش سوزشواری میتونه عریضه تکراری بتید با اونا دامنه‌دار کنن، با برگشت برگردونه، خلاصه به اخیر میشد این بحث. ولی آپام همین سال 2022 با کمیته زمین سازی حکومت جمهوری تاجیکستان عریضه کردن در موردی با زمین نزد حولگی تامین شدنشون. ولی اگر از خودشون بپرسیم که از پای این عریضه هستن و یا نه، و شاید عمومی خواهش میکنن که اونا با زمین نزد حولگی تامین شوند و همین بحث 1.5-2 متر زمین دیگه دامنه‌دار نشود و حل شود. یک بار از خودش میپرسیم. ما رئیس شهر رستم موملی خواهش دارم که من مثلا همینجا خوشتومانم قطعی سینگلم میستد، همین بحث زمینی که ما 6-7 ماه داو کردیم اینجا سپوتنیک قطعی 4 متر لاتاک گفتن و خیلی حاجی سلیم هم بگذار یاردم کردن نخواست. نکم از رئیس شهر خواهش دارم که ما رو به منزل یا حولی نزد حولگی باشد، حولی زمین تیان یا اینکه یگون خانه تیان که من اینجا برآمده روم قطعی کودکم تا رفتن من دیگه هیچ جایی رفت ندارم. من استقامت جای خانه ندارد فرزندای من. چند فرزند دارید آپا جان؟ من صاحب 3 فرزند، 2 تایش کسل معیوبی دارد. اینجا خوشتومانتون باز با کی زندگی میکند که برای شما جان است؟ خوشتومانم قیسینگل اما با دخترچه‌شون قطعی اینجا خودش یه اویله، من قطعی 2 اویله. شما برای گرفتن زمین که حق کنسترکسیونی دارین با کجای عریضه کردید یا نه؟ کردم و به نتیجه زمین نیست، خونه نیست میگفتن. با کجا کرده بودید؟ یادتون هست کی بود؟ 2019 رئیس شهر بهم دادگی بودم، گفتن نیست حاضر دادن اوجه تمام شد گفتن. با ویم رفتم، من این محمود جان مرادوف بهم خواهش کردم، رفته بودم گفتن من با اگر رئیس شهر سپارش تیاد اپا گفت من 5 خانگاه گرفتم اتیام گفت. کیان محمود جان مرادوف؟ سرمنزلی. این همون حاجی محموده که با مردم نیازمند خانه میتن همونا؟ نه هوایه. رفتم های پیش دیدم قطعشون هم صحبت شدم، گفتن اپا جان من میخوام شما با یاردم کنن و همین رئیس شهر من با سپارش تیاد من شما با 5 خانگاه 3 خانگاه حجره من خودم میتیم. بخاطر حالی وظیفه صاحب کار هم نیست که اون که خوب دیگه خیر میکنه، ولی حق کنسترکسیونی شما است که صاحب زمین نزد حولگی شه. خب ولی شما بخواید که اقلا منزل تین که یک بار صاحب خانه شه. ها منزل تدا همینجا برآمده روم من. اینجا خوشتومان تو زندگی. اینجا خوشتومانم و قیسینگلم. خب این برادر آخران خواهش شما از همسایه‌تون چی است؟ پیشنهاد شما آخرانش در هم ما یگون پیشنهاد ندارم. نه همین که 20 سانتی متر دیگر و تمام دیگه 20 سانتی متر دیگه دادم. همون رشته کشیده شد.
همین او همین در روزی کنند مقصد وای سرچ محکم کردن میاد جبرا توزک میاد. تمام. شما آخران حرفتون افاجان بعد اینه که همین خط کت یک سرحد طرفو معین کردین. آخران حرفتون چیه؟ آخران حرف فقط همون ستونی که بستگیان تا همون وایش همیشه من همین درخت این طرف میشد بین همین درخت چند سانتی متره؟ این طرف روزی نیست میگه اگر بعدم چند سانتی متر با کجای میخواین میگه دعوا کنیم با برام چند سانتی متر دیگه. ای همیشه به برداشتن تمام. این طرف میگه که نه دیگه ما کجای میخوام برام چند سانتی مترشون با دعوا کنم دیگه. فکر میکنم که بهترین خواهش و پیشنهاد شما همون از شهرداری بود، از نفرای خیرخواه بود که صاحب منزل و صاحب زمین نزد حوالگی شیم. شما برای کار اکیوجی مادر جان با اجازه مادام جواب ما وظیفه‌مون است زنده باشیم سلامت باشیم وظیفه‌مون است که یگان صاحب منزل می یا زمینی نزد حوالگی باشد با یگان که ساخته میتید با ویدیو کدا پرتیم ای همین جنجالی میرفتم ناز بود من ندارم صاحب خانه نیستم سلامت باشیم جان خدا کند که به آرزوتون برسیم. بیننده‌های عزیز بحث منزل زمین خانه بحث‌های اویلوی اینقدر دامنه دارند که من بارها گفتم که دیگر به بحث‌های اویلوی و خانوادگی سر نمیزنم ولی مردم اینقدر زیاد می نویسند که یکه خونمون این گرفت راهمون فلان کردن خونمون فلانی چپا کردیم. برام خواهش میکنم پیش از اون که یک زمین نزد حوالگی میگیرید یا خریداری میکنید با ساختمانش به دیوارش یا یگون چیز ساختمان میکنید حتی در زمین پدریتون که از اجدادتون هزار سال باز مانده است یا هر بحث دیگری که در عائله شما سر میزند خواهش میکنم وقتی که با سمت‌های قانونیش آشنا نیستید حتما از حقوق شناسا از ادوکات ها مصلحت گیرید. بسیار خواهش میکنم که بعدا در این گونه قضیه ها پیچیده نشین و ملاحظه در میان دو طرف این طرف نقطه فروش سوزشواری صاحب ملک به اجاره داده است این طرف این عائله که در پس منظر میبینید شما نمیدانم که حقیقت کجا است. البته از روی احساس های انسانی و مهر و محبت ما همیشه یک چیز داریم که کسی که مظلوم است کسی که جبر دیده است دلمون با او بیشتر میسوزد. این همچون انسان من میخوام بگم ولی همچون روزنامه‌نگار همیشه کوشش میکنم که بی‌طرف باشم تا حد آخر کوشش کردم که طرفی نقطه فروش سوزشواری هم فکر و نظراشو پرسم به کامera در نزدیک کامera ولی نمیدونم برای چی متاسفانه آنها حجتاشون رو نخواستن نشون بدن بعدا گفتن که با کمیسیایی که در ناحیه شاه منصور است با نمایندگی حقوق شناس حکومت ناحیه شاه منصور زنگ زدن آنها گفتن که من ژورنالیست به حکومت شاه منصور مکتوب کنم بعد حجت ها رو نشان میدن که این منطقه واقعا از روی خریطه 3 متر جویبار است آب پرتوش این من نمیتونم به حکومت شاه منصور مکتوب کنم به خاطر که میدونم که این دامنه‌دار و ماها طول میکشد که اونها برای من جواب بدن برام خواستم که از خودی برادر صاحب ملک این نقطه فروش سوزشواری حجت ها را بگیرم که گفتن که نه من نمیخوام نشان دادن دیگه نشان دادن حق اونها این طرف حجتاش نشان داد شما دیده و فکر میکنم که بهترین راه حل این خواهش زارت تولای همین مادر عزیز شهروند است که ایشان پیش از همه حق کنستیتوسیونی دارن که به یک زمین نزد حوالگی علاهیده تامین باشند و در این برابر خواهش و زاره و تولا کردن از شهرداری و از صاحبکارای عزیز که اونا با یک منزل اگر تامین شوند فکر میکنم راه حل قضیه این است و نمیتونم خلاصه برارم برای که نمیدونم حقیقت جانبی کدام است حجت ها در این طرف حجت ها در این طرف هر دو طرف هم حجت دارن هر دو طرف هم سند و دلیل پیش میبرن خب این بلنگه که من کند یک لحظه ولی میخوام که همیشه حق به حقدار برسد خدا کند که جانب این طرف اپی مهربانی ما هم با کمک صاحبکارا یا حکومت شهر دوشنبه صاحب منزل شوند این طرف هم که میگه که جویباری خلق است همون 1.5 متر جویبار 1.5 متر کارکردش به حالت اولا برگردونده شود. خب منزل های دوامدار دیگه من نمیدونم تقدیر اونا چی میشد نمیخوام که ضامن اون خانه های علاوه‌ای شه خدا کنه که اونا هم در قانون آب شامل شوند و سرتیفیکات و حجتاشون درست کنن منزل اونا هم چاپ نشود خدا کنه که حق به حقدار برسد.
تشکر که این بحث شهروندان را شما دیدید. هرچند ما میخواهیم که دیگه بحث‌های منزل و اویلوی را دیگه بررسی نکنیم، ولی مردم زیاد به این مسئله روبروان، دیگر ما نمیتونیم که نگوییم اکثریت اونها را. و این و دیگر ویدیوهای ما را خواهش میکنیم برای دوستاتون توصیه کنید که حتما با VPN ببینن. یعنی با VPN دیدن این هم منفعتش همون است که در این ویدیو کم رکلام پیدا میشه و سنتایی که از حساب تماشاشون با ما میرسد، ما کار و فعالیت ما باز ادامه میدیم. قبلا که در روسیه این رکلام ها بسته نبود، ما به این شکل فعالیت داشتیم. که رکلام ها بسته شد، برام از شما خواهش داریم که با VPN دیدن، یعنی به همین خاطر است. چگونه VPN در تلفن باید نصب کنیم، در کدام نوع‌های تلفن، در گوگل هم تو جستجو کنید، واریانتاش خیلی زیاد است. سلامت باشین. تشکر که ما را پیگیری میکنید.